أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضار گرامی، برادران نهایت محترم، داستانه ماه پربرکت، ماه عظیم الشان که الله متعال فضیلت و منزلت برای این ماه داده، ما و شما قرار داریم. از او خاطر مناسب بود که این ماه مبارک ما چه قسم استقبال کنیم، پذیرایی کنیم. مهمان عزیز الله متعال که برای سراسر منفعت ما روان کرده، والله متعال خواسته که در همچون ما بندگان باغی و یاغی ما رجوع بکنه، یک کمی به هوش بیاید، از خواب غفلت بیدار شوه، از سرکشی و غرور یک کمی تنزل بکنه و رجوع به سوی الله متعال بکنه، باشه که سبب مغفرت همه گناهان انسان شوه. در این شک نیست که الله متعال غفور و رحیم است، اما مغفرت الله متعال اسباب و وسیله کار داره. الله متعال توسط اسباب خود بنده خود بخشش میکنه، شرط است که بنده و اسباب بشناسه. یکی از اسباب مغفرت که از طرف الله متعال متوجه بندگانش میشه، همین موسم ها و اوقاتی است که الله متعال او را فضیلت داده و خیلی در وقت کم، به عبادت کم، به توجه کم، الله متعال او را مغفرت نصیب میکنه. ماه مبارک رمضان از جمله ازمنه یا زمانها و اوقاتی است که الله برش فضیلت داده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اصل چیزی که سبب فضیلت و مقام و مرتبه میشه او وحی الله متعال است، او کلام الله متعال است. این وحی الله متعال به هر چیزی که تعلق پیدا میکنه الله او را پربرکت میسازه، او را عزت میبخشه. اگر به جبرئیل امین تعلق پیدا میکنه ملک مقرب میشه، بلکه نزدیکترین ملک در پیش الله متعال جبرئیل امین است، به خاطر که حامل وحی الله متعال است. اگر به قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی تعلق میگیره، پیغمبری میگرده که الله متعال در عمر خیلی کمی از او بسیار خیر کثیر به بندگان خود میرسانه و دین از او تا روز قیامت قایم در روی زمین باقی میمانه. پیغمبری که به کل جن و انس پیغمبر است و داعی است، هیچ پیغمبر این خصوصیت نداره. اگر امی وحی الله متعال به شب تعلق میگیره، در کدام شبی که نازل میشه او شب لیلت القدر جور میشه، شبی که از برابر 1000 ماه عبادت در یک شب عبادت است. اگری به ماه تعلق میگیره، ماه مبارک رمضان است، ایماره الله متعال عزت میبخشه، عبادت ایماره، قیام و طاعت ایماره. الله متعال علایده از خود بدل و عوض میده. دیگه و اوقات الله متعال هر نیکی را الله 10 چند یا 700 چند زیاد میسازه. بجز از روزه را الله متعال خود میگه که الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای ماست و ما پاداش میدم. چقدر پاداش بیان نکرد الله متعال، آنقدر عظیم ماست. طاعت و عبادت ما برای ما آنقدر عظمت داره که الله میگه ما بدل میدم. از او خاطر ما مسلمان ها باید این فرصت های خیلی مهم و ارزشمند بالکل درک بکنیم، بفهمیم که اینمی اوقاتی که الله برش عزت داده چه قسم ما استقبال کنیم، از این فرصت چه قسم استفاده بکنیم. قرآن کریم اگر در مقام تعلق داره، در کدام جایی که نازل شده او جای عظمت پیدا کرده. کوی طور عظمت داره، الله قسم یاد میکنه و طور سینین. چرا قسم یاد میکنه؟ محل نزول وحی الله متعال است. مکه و مدینه اردویش مقامات و جاهای است که در اونجا نمازها و عبادت با هم فرق داره. در مکه مکرمه یک نماز برابر 1 لک نماز و در مدینه منوره یک نماز برابر 1000 نماز. به خاطر عزیز که
اونجا وحی الله متعال تعلق گرفته نمیشه. بزرگا و سلف ما چون درسی از پیغمبر یاد گرفته بود، صحابه کرام تمام حالات پیغمبر مشاهده میکرد و مطابق خواسته های پیغمبر قدم میگذاشت. سلف از صحابه یاد گرفته بود، تابعین و تبع تابعین. امام مالک رحمه الله محدث بزرگ، شخصیتی که عمر خدا و تمام وقت خدا تدریس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد نبوی میکرد و زمانی که رمضان مبارک میرسید درس حدیث بند میکرد، میگفت ماه قرآن است، ما باید تعلق خود با کتاب الله برابر کنیم. جبریل امین در هر ماه مبارک رمضان دوباره می آمد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گردان قرآن کریم میکرد. در آخری سالی که رسول الله وفات میکنه 2 مرتبه گردان قرآن کریم امرایش کرده. از او خاطر الله متعال در کتاب خود برای از اینکه برای ما ثابت بسازه و ما را بیدار بسازه و ما را هوشیار بسازه، متوجه بسازه، برای ما میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان او ماهی است که در او قرآن نزول پیدا کرده. او چیزی که مایه شرافت و سعادت انسانیت است، او چیزی که قانون برگزیده الهی است برای سعادت بشر، او نمو کتاب، او کتابی که او ذریعه بالا بردن مراتب انسانیت است، او کتابی که یقینا به انسانیت درس انسانیت میده، او کتاب در ما شرف نزول پیدا کرده. از او خاطر ایما را قدر و قیمتش بدانه، کتاب الله را قدر و قیمتش بدانه، ما را قدر و قیمتش بدانه. یقینا اموتور است. الحمدلله این فضل و احسان الله متعال است. یقینا که ما شکرگزاری نعمت الله را، فضل الله را به هیچ وجه کرده نمیتونیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الله که کدام قدر و منزلت شکرگزاری را داره، کدام استحقاق شکرگزاری و پاسداری را داره، ما بنده های عاجز هیچ رسیدگی نمیتونیم، ولی الله احسان کرده به ما نالایقا اینقدر موقع داده که ما هر رمضان مبارک با قرآن میگذرانیم. انشاءالله کمکی از ساعتهای روز خدا به قرآن میدیم، یا به طریق تفسیر، یا از طرف خفتن، از طریق تراویح در نماز و عبادت الله با قرآن سر و کار داریم، یا امو قسم تلاوتها را برای خود وظیفه جور کردیم که ما هر صبحی آغاز خود به قرآن کریم بکنیم. این نعمتی است که به هر کس میسر نمیشه. هر کس که خود دمی نعمت دید بسیار شکرگزاری الله را بکنه. نعمتهای الله همونطور نیست که هر کس بگویه برای من نصیب میشه. بندگان خاصی الله است که همچون نعمتها را نصیب میشه برش. بسیار مردم است که امیر رمضان مبارک برعکس در معصیت و نافرمانی، نعوذ بالله، در خوابها، نعوذ بالله، در لهو و لعب، در زور و ظلم، در دروغ و غیبت، در این چیزا تیر میکنه. تشریح کمی میکنم انشاءالله که ما باز بسیار برحذر باشیم که ما واقع نشویم در همچون کارا. این نعمت بزرگ الهی است که نصیب بعضی میشه. اولین نقطه ای که ما باید در ذهن خود بندازیم، امیر بندازیم، که رمضان شرافت پیدا کرده به خاطر نزول قرآن کریم است. از او خاطر این ماه قرآن است. ما با قرآن در این ماه تربیت شویم، ما با قرآن درس و تدریس بکنیم، ما از قرآن پیام بگیریم، با قرآن زندگی بکنیم. الله متعال این را نصیب ما بگردانه، توفیق بر ما نصیب بکنه. این ما بارها این را براتون میگم، این نعمت عظیم به هر کس میسر نمیشه. این گپ عادی نیست. ما حافظای قرآن خیلی خوش آوازه داریم، خوب قاریان داریم، اما میبینه در تمام مساجد کابل که شما بگرده در 3 شب ختم است، در 5 شب ختم است، در 6 شب ختم است. اما روزهای دیگری، شبهای دیگری رمضان مبارک هیچ چیزی وجود نمی داشته باشه. حتی عبادت الله به شکل انجام داده میشه که او عبادت شمرده نمیشه. اما الحمدلله اولین بنیاد طریقه عبادت دمی مسجد گذاشته شده که هر شب باید 1 پاره خوانده شود و منظم خوانده شود. رکوع طولانی، سجده طولانی، نماز با اطمینان، نمازی که در او هیچ حرج مرج نباشه، کلگی به نشاط و تازگی و شوق و علاقه به شنیدن کتاب الله در عبادت الله استاد شود. انشاءالله پایه‌گذاریش در کل کابل از همین مسجد شده و امروز انشاءالله شاهد هستیم که هر دوستی با احساس ما در هر جای آواز خود بلند میکنه.
قاری صاحب اگر ختم میده به شرط ختم بده، پول نگیره، به خاطر رضای الله ختم بده، یک پاره بخونه و این خواب مرتل بخونه و نماز رکوع و سجده را درست بکنه. انشالله عالی تقریبا به 10 مسجد در کابل به می سیستم انشالله برابر شده. انشالله امید داریم که مردم یک کمی دیگه هم بیدار شود. ما و شما خو بیدار هستیم، خو شما همین دوستای نزدیکتان که دلتان سرش می سوزه، اقربا و نزدیکا و دوستای نزدیکتان است، چرا شما خوش نداره که شما هر روز به میلیون ها فایده بکنه، اما از این فایده دوستی آگاه و خبر نکنی که این میلیون فایده را به دیگرها هم شما تلقین کنه. دوستا را درس بده، دوستا را آگاه کنه، مغزش حواس کنه که این ماه پر برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم او هر وقت قیام اللیل میکرد، هر وقت تهجد میخوند، تنها در رمضان مبارک نبود. از او خاطر در نماز رسول الله کدام تغییری هیچ نآمده، نه در رمضان نه در غیر رمضان. رسول الله 8 رکعت تهجد و 3 رکعت وتر، گاهی اوقات 5 رکعت وتر رسول الله میخوند، در او کدام تغییر نآمده. اگر در رمضان صحابه در گرد رسول الله جمع شده 11 رکعت خونده، اگر بعد از دوسته زمزمه و هیاهوی شروع میشه یا 8 رکعت میخونه 20 رکعت است، پشت از این بحثا نکرده، عبادت الله را بکنه. هیچ کسی ثابت کرده نمیتونه که 20 رکعت در حدیث مرفوع ثابت بکنه و بگویه زمزمه میکنه این سنت عمری است. دروغ نگو. عمر رضی الله در 2 قاری به حدیث صحیح به سند صحیح ثابت کرد، جمع کرده به 8 رکعت که 3 رکعت هم متر 11 رکعت شده. دروغ نگوی، مردم فریب نده. خو ما تنها از شما تقاضا میکنیم که عبادت الله را بکنی، ریا نکنی، سمعت نکنی، ایره نکنی، عبادت الله را که واقعا در او عاجزی و خشوع باشه. مساجدتان به چه قسم عبادت میشه؟ او مسلمانا چه قسم ختمه را شما میکنی؟ قاری اجرتی را آورده میباشه، او بار خطا میباشه که من 4 جای دیگه ختم دارم، از امو خاطر بربرک واره میخونه، نه رکوعتان درسته نه سجده. شما را به الله قسم از مقتدیایتان سوال کنه که دعای استفتار را خوانده تانست یا نه؟ تسبیحات 3 و 5 مرتبه تکمیل کرده در رکوع و سجده یا نه؟ دعاهایی که در قاعده خوانده میشه. اقربترین حالت انسان برای قبولیت دعا کدام موضع است؟ سجده هست. اما تو سجده را مقتدی 1 مرتبه سبحان ربی الاعلی را نخوانده. بهترین موقعی که دعای انسان خوب قبول میشه آخری قاعده است. از او خاطر الله متعال به واسطه رسول خود در 2 مقام اختیار داده هر نوع دعا را انسان در سجده بکنه، هر نوع دعا را در قاعده بکنه، به خاطر که محل استجابت دعاست، موقع داده شود. اما شمام الله این مردم از این فضایل خبر نکرده. از پیشت مقتدی سوال میکنه و مولوی صاحب اللهم صل از پیشم مان اللهم ربنا من، پروا نداره. و جناب مفتی از شکم خودی فتوره در کجا دادی که پروا نداره؟ کدام وقت رسول الله همینطور نماز خوانده؟ یک صحابی، یک تابعی، یک تابعی همین قسم نماز خوانده که دعاها را نخوانده باشه؟ خود تو ملا یک روز پیش میشی. نکو فلا تخشوا الناس واخشونی، الله برات میفرماید از مردم نترس، از الله بترس. عبادت الله را توهین نکو، عبادت الله را تحقیر نکو. مردم بدانان این فرصت است، این موسم طلایی است. وقت و عمر انسان خزانه است، صندوقچه است. چی چیزا در هر روز دو میگذاری؟ طلا را میگذاری یا نقره را؟ این عمر است تو مانده رایستی، یک روز همین صندوقچه پس میشه. عمر انسان صندوقچه است، چی چیزا دو مانده رایستی؟ اهانت با نماز و عبادت الله یعنی که تعظیم به نماز و عبادت الله. افسوس است. ای کاش که این فرصت و این اهمیت میدانستن که میفهمیدن که عبادت الله به کدام سیستم میشه. ما باز میگم که شکر الله را زیاد بکشیم. ما نالایقا را الله متعال همین قدر موقع داده که ما عبادت الله را به وجه درست بکنیم. یقینا این تقسیم الله است، به هر کس نصیب نمیشه. خب بله، اگر ما یک کمی محنت کردیم، زحمت کشیدیم، خود فهماندیم روزی رسول الله چی رقم بود، عبادت رسول الله چی رقم بود، صحابه شاگردای اول نمره رسول الله چه قسم عبادت الله را انجام داده. باید ما درک بکنیم، باید ما درس بگیریم. اول نکته ماه قرآن است،
زندگی خود با قرآن در ماه رمضان بگذرانیم. ما ترجمه قرآن کریم طور برابر میکنیم که حتی خلل و مزاحم در کارها و روزگاری مردمم قرار نگیره. ما همیشه 5 بجه صبح ترجمه قرآن شروع میکنیم، 8 بجه ختم میشه. نه مامور از ماموریش خود میمانه، نه دیقان از دیقانی خود میمانه، نه دفتردار از دفتری خود، نه دریور از دریوری خود، نه دکاندار از دکانداری خود. ولی دیده شوه ما در حلقات درسای قرآن کریم دارم. اول درسی ما که نوشته میکنم حقوق قرآن نوشته میکنم. قرآن سر ما 5 حق داره. اول حقش ایمان به الله است. دین روز هم دستاربندی بود. فضایل قرآن جنابای مولوی سبا خسته بود حکایات بیان میکرد. و یرزق من حیث لا یحتسب. حکایات استازی بر ما قصه کرده بود، اینطور بود، 5 نفر اینطور بود. و جناب استاز این مردم قرآن فضیلتش میفهمه، کتاب الله. از این پرسان که این قرآن چی حق داره سری مردم. ما شروع کردم والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. صفات متقین الله بیان میکنه. صفات متقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. متقین و کسانی است که ایمان به این کتابی که سر تو آمده سر تو ایمان داره. سر قرآن ایمان داره. چی رقم ایمان داره؟ سر قرآن چی رقم ایمان است؟ چه قسم ایمان است؟ ایمان بالای قرآن میدانه مردم. من دین روزی را بیان کردم که او مردم ایمان به قرآن فهمیده. جبریل امین میایه با پیغمبر علیه السلام زانو میزنه، تعلیم میده صحابه کرامه که اول چیز، مهمترین چیز برای ما و شما چیست؟ فهم دین ما. دین ما از چند چیز مرکب شد؟ از ایمان، از اسلام و از احسان. 3 چیزه این دین شد برای ما. جبریل امین اول ایمان سوال میکنه، پیغمبر جواب میگن تؤمن بالله و ملائکته و کتبه. به کتاب الله ایمان داشته باش. امروز سیاست ما را، امروز پیر ما را، پدر ما را سوال کو که ایمان به کتاب چی رقم ایمان داره؟ میفهمه که کتاب کدام کتاب است؟ در جلسات جنابایی که حافظای قرآن فارغ میشه مردم تقریر میکنه 5 مذهب ما یکی هستیم. چی رقم 5 مذهب یک میشه؟ یک مذهب که قائل به است که قرآن 40 سپار است، این قرآن ناقص است، و یک مذهب دیگه میگه که نه کامل است. کامل و ناقص با هم یک جای شده میتونه؟ ما 5 مذهب یکی هستیم و تو جناب برش موقع میدی. چطور یکی هستیم؟ کسی که ابوبکر افضل ترین انسان ها در امت رسول الله بعد رسول الله میدانه و شخصی که خائن ترین شخص، نعوذ بالله غاصب ترین شخص، مرتد ترین شخص او را ابوبکر میدانه. این دو طایفه با هم یکی هستن. ما میگیم عایشه رضی الله عنها مفتی امت است. چی است؟ مفتی امت است. در مسائل بزرگ صحابه رجوع کرده به مفتی امت، به شخصیت بزرگ، به او کسی که رسول الله در بغلش روح خود به الله تسلیم میکنه. ما او را میگم این پاکترین زن امت است و تو میگی فاحشه ترین زن امت است. ما تو یکی میشیم؟ نمیشیم. و ملای ناملا و عالم چطور موقع میدی به این دشمنا که چی کار کرده رویسته؟ ما عقیده دارم افضل ترین مردم که ما در مورد احسانش قرار داریم صحابه کرام است رضی الله عنهم و معیار برای ایمان ماست و معیار برای عمل درست ماست. ما میگیم افضل ترین امت کیست؟ صحابه کرام. و تو عقیده داری که نعوذ بالله بدترین امت صحابه کرام است. نعوذ بالله. ما تو چطور یکی میشیم؟ قطعا یکی شده نمیتونیم. مسیر تو علایده، عقیده تو علایده، کاری تو علایده، ولی شکار کردی. ملای مرا شکار کردی، آمی مرا شکار کردی، آجی مرا شکار کردی. چطور زهره یک درو تو پاش داده رایستی، ملت گمراه کرده رایستی. امروز کلمه وهابیت که دامن میزنی تو میزنی. وهابیت چیست؟ آیا کسی ادعا کرده که ما در مذهب محمد ابن عبدالوهاب هستیم؟ کسی پیدا میشه بگویه ما خو مذهبا را رد میکنیم با جز از مذهبی کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما او مردم هستیم. شما دشمنا
شما تخریبگر هستی که ملت تفریق افغانی کرده، ملت پاش کرده. از شبکه هایتون لعنت به کاتب وحی معاویه رضی الله عنه گفته میشه. از شبکه هایتون لعنت الله علی الغاصبین. تو را به الله قسم، به مو الله که ایمان داری مراد از غاصبین کی را میگیری؟ ابوبکر و عمر و عثمان نمیگیری؟ لیکن تو ملای سنی به خاطر اخذی چی بگوی شهادت نامه میروی زانو میزنی، کلی گپا را متحمل میشه. ملا تو به الله عزت غیرت داری؟ این شهادت نامه تو را در جنت میرسانه. 4 دانه پولی دروغه کمایی کو در این تو حکومت ها کار کو، شهادت نامه بالا باشه. بیا دین الله را خدمت کو که الله برات عزت بده. عزت پیش الله است، عزت پیش شهادت نامه نیست. تو بدان ان العزت لله جمیعا. اختیاری عزت دادن پیش الله متعال است. یقین پیدا کو در قلب جا بده که الله عزت دهنده است. چرا اینطور میکنیم؟ ما عجیب کارا میکنیم. قرآن دوست داریم. دیروز در جلسه دستاربندی من یک پارا گفتم که ما ایمان و قرآن میدانیم. تمام هر حکم جزئی قرآن کریم ما عقیده داشته باشیم. در باغ زنانه ترجمه میکردم الرجال قوامون علی النساء آمد. یک زن خیز گفت مولیس من آیت قبول ندارم. شاگردای ما واخو بیچاره قریب گیره بزنه. من گفتم نه غرض نگیریشه حقیش است. همین زن حق داره که بعد همی اعتراض بکنه. چرا؟ این زن دین خدا از رسانه رادیو آزادی یاد گرفته، از رسانه BBC یاد گرفته، این تمام مسائل خدا از اونجا یاد گرفته. و که کدام چیز گفته و از اون متاثر شده. نه ملا برای ازی تقریر کرده، نه ملا برای ازی تفسیر کرده، نه ایره گذاشته. ما مردم زنای خدا بندی کردیم لیکن رسانه های شیطانی را برش باز گذاشتیم. خوش بایستیم که در مرکز ترجمه زن خود روان نمیکنم لیکن تلویزیون برش باز است، لیکن تلفن قطعش است. تو خب کار میکنی جناب. او زنی تو فقط امو چیز یاد گرفته که از تلویزیون فرا گرفته. و باید بگوید که رجال قوامون علی النساء را من قبول ندارم. باید بگوید. ما تا کی در خوابای غفلت برویم؟ تا کی؟ تا کدام وقت ما امیطور فرصتها را از دست دادیم؟ شکایت داریم کفر آمده، شکایت داریم والا هر جای مسلمان ها در تکلیف و ذلت و خواری است. مسلمان ها خود در ذلت و خواری است. کتاب سعادت بخش، کتابی که عظمت اسلام بالا میبره، او جیل یا او طایفه ای که دین روز شطور میچرانید خیمه بدوش بود، با واسطه کتاب الله عزتمندترین شخصا در جهان گشت. محلشان محل و مرکز عبادت جور شد. اما قرآن امروی موتان موجود است. اما حق قرآن ادا نکردیم. نه ایمان سری قرآن پیدا کردی. در این روزا در روز جمعه برویم امو آجی صاحبی که دین روز در پنجشنبه قاری کور آورده سرش ختم کرده. ملا و صوفی و ملک و رئیس هم در خانهش رفته. آجی صاحب قرآن از خیلی دوست داره، هر پنجشنبه ختم میکنه. خب امروز با زنی خود با دختری جوانی خود اونجا عکساش گرفته میشه. یاد تنگی سیاد، یاد سالنگ، یاد قرغه، یاد پغمان. و به قرآن عقیده داره، احکام جزئی قرآن فرا گرفته، ایمان داره به قرآن. قرآن چی میگه؟ قرآن کدام دستور داره؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. امروز چی است؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الكفار اولیاء. دوستی نکنی با قرآن. ایمان داره؟ ولی مقایسه کنی که ایمان به قرآن چی را میگه، چه قسم است؟ امروز یهود و نصارا نه تنها دوست سردمداریم است. یک تانگی نجسا اگر در سرک باشه، اگر هر قدر مریض یا عاجل داری، زن در حالت ولادت می باشه، پیش شده میتونی جناب؟ رفته میتونی؟ تیر شده میتونی؟ نمیتونی. چرا داد میزنی؟ با قرآن ایمان داری؟ با کتاب الله ایمان داری؟ دراز نمیکنم گپه. دوستای عزیزا، این ماه پر ارزش است. وقت خدا بدیم، دوست خدا آماده کنیم برای شنیدن درس قرآن. یک دفعه قطع خود ببریم. این مسئولیتی موتوست. این ما در پیش الله متعال ذمه‌واری داریم. دوستی تست، قریبی تست. آماده کو بروه، آماده کو که بروه قرآن را بشنوه، کتاب الله را بشنوه. این ماه قرآن است. چند دقیقه الحمدلله الله در مال و
در سرشان در اولادایشان برکت عظیم برده، از همین صمیم قلب و صدق دل برش دعا بکنه. مردم آماده است، فهمیده. برای من میگه مولوی صاحب چی حالت سر ما تیر شده، پولی ما در کجا مصرف میشد، حالی که من 1 روپم پیدا کنم به جز از که در رمضان موتر بگیرم و خواهران از قریه ها تا کنم در درس قرآن. یارمانم است. ترجمه ما کدام طایفه زیاد است، زنا یا مردا؟ زنا زیاد است. چرا؟ دوستای ما موتر میگیرن از امون جایی که به عزت و به مو حشمت و به مو عفت از دانی خانهش در موتر میشینه، پس در دانی خانه تا میکنه شد. لیکن ما مردم بازم چیستیم؟ ما خب امو دینداری ما والا در ترجمه ما نمیتونیم، شریک شده نمیتونیم، زنای ما از خانه نمیبرایه. امو طور است، قوال خود در خانه میایه، زنای تو از خانه نمیبرایه. در توی بچه کاکای چقدر رقص کرد، در شوی در کدام محفلی بدعتی و ناروا نیست که زن تو شریک نشده باشه. خب فقط شریک در درس قرآن نشده. روز قیامت رفتن استیم، الله از ما سوال میکنه الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. خبردار، هر کدام شما حیثیت چی نداری؟ چوپان. و در مورد ما تحتتان سوال کرده میشه. الرجل چیست؟ راع و هو على اهل بیتی و هو مسئول عنهم. مردکه سرپرست از سری اهل خانواده خود در موردش از پیش سوال میشه. سیاسری ما میفهمه که ایمان چی را میگه. همیالی که پس رجوع کرده بری در خانه سوال کنه، پرسان که ایمان چیست؟ ایمان چیست؟ ایمان میشناسه یا نمیشناسه؟ بعد از او پرسان که ایمان به الله چی مطلب داره؟ بعد از او پرسان که ایمان سری ملائکه چی معنا داره؟ ایمان سری کتاب الله چی معنا داره؟ ایمان به پیغمبر چی معنا داره؟ ایمان به روز آخرت چی معنا داره؟ ایمان به تقدیر چی معنا داره؟ اگر زن تو ایمان به تقدیر داشته باشه، در وقتی مردن بچه خود موی خود میکنه، گریبان خود پاره میکنه، آوازش در سرک میرسه، خو ایمان به تقدیر نداره، تالی را نفهمیده، تو مسئولیت داری. بله، شبکه را برش عیار کو، طلوع شبکه طلوع را برش عیار کو. خب بیش میفهمه، باز خب بیش میفهمه. ما باید بدانیم رمضان مبارک آمده نیست، شهر عظیم و شان است. عبادات الله، موقع عبادات الله چی رقم میشه که ما عبادات الله را بکنیم؟ ما گفتم سلف ما در عبادت مصروف بودن، خو قدم به افضل میگذاشتن، فاضل میماندن در افضل میرفتن، درس حدیث میگذاشت میرفت در درس قرآن. امام مالک رحمه الله درس حدیث خود را رخصتی میکرد، میگفت ماه قرآن است و قدر و قیمت ایما را میدانستن که ما باید چی بکنیم. موتو چی بکنیم؟ موتو در رمضان خب سودا میشه، جماعت هم اینجا صبحی ترک میکنی میدوی طرفی دکانت، اونجا کل جماعت ها از پیشت چیسته از بین رفته، بیگا باز از او طرف خیلی مانده شده ای، یک قدر زیله شده ای به خاطر که روز تا بگاره در دکان کار کرده ای، روز تا بگاره در موتر کار کرده ای، اینطور زیله استی دلت اینطور خواهش ها داره، 20 قسم طعام جمع میکنی در مسجد هم نمیری که این را بخو معده اینی قدر میپنده. والا ما خود تراوی رفته نمیتونم، شما بریم همیجا تراوی میخوانم، کلپی تر خو سرش مانده میباشه، خود پس شوی باز میخواستم، پس شوی در وقت میخیزه که او طرف ملازان میگه ایجا میدوه تو باش کم یک گلاس ها بخو بخورم. جناب محترم تیاری بگی، این دین است، با این تلاشت نمیشه. ما رمضان میایه، تجاری ما چی میکنه؟ تجاری ما نرخا بالا شد، امروز یک نرخ است، سبا رمضان است که میری دیگه نرخ است، از کجا بالا شدی؟ ای مسلمان، به الله قسم در مورد امتحان الله قرار داری، خبر داری یا نه؟ مال به چند آورده ای؟ امروز تو 5 روپه و 10 روپه را بالا کردی. چرا بالا کردی؟ به خاطر که رمضان آمد، مردم رمضان خوب گرفته نتونه، برای خود یک گفتاری را خریده نتونه، به این خاطر روزی قیامت پیش الله رفته نیستی، الله از پیشت سوال میکنه. این امتحانت است، امتحانت است. بنی اسرائیل در روز شنبه ماهی در سر دریا می آمد که می دیدی دریا پر از ماهی بود. امتحان بود، امتحان که تو باش بنی اسرائیل چی میکن؟ حیله ها جور کردن، حیله ها، لیکن انجام شادی ها شد. مسلمان بدانی، ای دکاندار در این مسجد که حاضر هستی در نرخ تغییر نبیا، مالی که به کدام قیمت آورده ای به مون نرخی که سابق میفروختی، بلکه 1 روپه 2 روپه به خاطر رضای الله تخفیف بده.
تخفیف بده. لیکن در آخر رمضان محاسبه که من برات ضمانت میدم ان شاء الله که سودای تو زیاد شده یا سودای کسی دیگه، فایده تو زیاد کرده یا کسی دیگه کرده. تو پابند دین الله شو، عظمت رمضان بشناس. ما فیلما رسایی که در ایستیم شبا میشه سر ما، جماعت وجود نداره، در حالی که در رمضان وصفدت الشیاطین، در یک روایت میاد وصفدت مرضة الجن، سرکشات جنیات بسته میشه. از امو خاطر مسجد ها الحمدلله پر می باشه. از نمازخانه کوشش کنیم این وقت همیشه در دست ما نمیاد، این فرصت است الله بر ما میده، ما از این فرصت ها سخت استفاده بکنیم. چه قسم استفاده بکنیم؟ تمام حوایج و ضرورات خدا پیش از رسیدن رمضان باید امیالی پوره کنیم که ضرورت پیدا نشود که تا کوتی سنگی و تا بازار برایی. چرا؟ به خاطر که راستی تا نبگه که تا بازار برایی این بازار بازاری مرداست یا بازاری زنا؟ راستی تا نبگه چه قسم زناست؟ حق بگوی نی؟ حق بگوی. شما باور بالله بکنه یا زنا نمی باشه یا اینطور فکر میکنی که عروساست، یا عروساست اینجا آمده برای نزاکت، برای خود جلوه دادن، تبا میشی. کوشش کنه. سلفی ما اینطور بود که بالکل ضروریات خود پوره میکرد. رمضان اکثری وقت خود در مسجد، اکثری وقت خود در عبادت کردیم. چی کردیم؟ 11 ماه دویدیم، ندویدیم؟ 11 ماه دویدیم، این طرف دست پرتو، او طرف پای پرتو، او طرف نکنیم. بیایه عبادت الله را بسیار به وجه احسن زمینه را مساعد کنیم به اولاد خود، به خود که چه قسم عبادت بکنیم. تقسیم اوقات جور شود، تقسیم اوقات جور میکنیم در فامیلی خود. اینی وقتی تلاوت کلگی ما و شماست، اینی وقتی تهجد ما و شماست، اینی وقتی سحری ما و شماست، اینی وقتی افطاری است و نه، اینی وقتی تراویح ما و شماست. ببینیم که در رمضان مبارک فامیل چند مراتب قرآن کریم ختم شده، کی ترجمه قرآن کریم شنیده، چند سپاره شنیده. تقسیم اوقات جور شود. سلف همینطور تقسیم اوقات ها را جور میکرد. بله، رمضان تنها بند کردن از خوراک و نوشاک و از همبستری با سیاسری خود نیست. این رمضان مشترک در بین کلگی است. رمضان او را میگه که چشم روزه بگیره، گوش روزه بگیره، دست روزه بگیره، قلب روزه بگیره، دماغ روزه بگیره، اندیشه و فکر روزه بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ ابی هریره رضی الله میگه من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر کسی قول دروغ، امر باطل نگذاره و عمل کردن سر زور نگذاره، فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه. الله ضرورت نداره به اینکه یک آدم خوردن نوشیدن خود بگذاره. روزه تنهایی نیست، روزه ایست که تو با تمام دل و جان مکمل روزه میشی، امساک میکنی، واقعا به الله خود تسلیم میکنی. کوشش بکنیم به جای 10 قسم طعام تیار کردن، یک قسمش به فقرا، به امسایه، به یتیما اختصاص بدیم. نمیفهمی؟ من فطر صائما کان له چیسته اجر که اجر چیسته صائم. کسی که یک روزدار افطاریش برابر میکنه به مثل امو روزدار، الله برات اجر میده بدون از اینکه اجر ازو ناقص شود. نمیخوی؟ یک روز چه قسم تیر کردی، دمی گرمی چقدر سختی را متحمل شدی، به خاطری که الله ثواب بده. میفهمی که امی قدر اجری که تو روزه گرفتی، اگر یک روزدار افطاریش تیار کردی، امی قدر ثواب برات میرسه. حالی درک کردی نکته را درک کردی؟ خودت صبحکی که تا بیگاره روزه گرفتی، مشقت و تکلیف برات معلوم شد، اما میتونی همین ثواب به توسط چی؟ بگوی افطاری تیار کردن یک شخص همین کلی ثواب تیار کنی. همت کنیم، همت. گپ در سر غیرت و همت است. کاش که ما قبل از اینکه رمضان برسه یک نظر انداخته باشیم خانه یتیم کجاست، خانه غریب و بیچاره کجاست. همون قسمی که یک پیپروغن گرفتی قدیمرای 2 بوجی آرد، بیا بگو که رفت پدر و مادرم به من بسیار خدمت کرده بود، سخت سرم از زحمت کشیده بود، مرا که در کدام جای رسانده امو رسانده، بیا که یک خوب ثواب من قبل از اینکه رمضان برسه برش برسانم.
ختمای ریایی و سمعتی را نکنی که یو بال میشه. ای در روز قیامت سرطان عذاب است. کسی از پیشت خبر نشوه به پدر و مادرت ثواب برسان. کسی از پیشت خبر نشوه بگی چندان کارتن خرما را در خانه ها روان کو. نمیتونی روان کرده؟ میتونیم. خود کجا میتونیم؟ در توی خود که در اورانوس بگیریم. در کجا میتونیم؟ شوی ششی بچیم پیدا شده شوی ششی است. در کجا میتونیم؟ شیرینی خوری است. تو برادر شیرینی خوری چی مطلب داره؟ کشوفش است، بدو است، خبر کردن است، رقرایی کردن است، کارتوزی کردن است. بسیار کردیم اما به درد ما نخورد. روزی که نفسم میبرایه بگوی امو بچه که تو در اورانوس برش بگوی عروسی گرفته بودی، به الله قسم اگر به درد دیدیم روز خوب بخوره. بیا خودت کمایی کو، یک کمی هوشیار شو. امو چیزی که در دسترس داری امو را در جای درست مصرف کو. دوستی خیلی دین دوست داری لیکن در ترجمه رفته نمیتونه. خب میفهمی که یقینا که قرآن دوست داره لیکن پیسهش نداره که در مرکز ترجمه بره. آیستایی که از دستش میگیری. اردوی ما میریم در ترجمه دیگه. امی ماه مبارک رمضان تو امروی مستی، کرایه تو سرمه است خلاص. فقط نمیتونیم که ما بسیار ثوابای بزرگه. امی نفر باعث روشن ساختن یک خانواده بزرگ شود. نمیشه نگویم شوده. مدینه روز در یک جای درس به خواهرها داشتم، سوال کردم از خواهرها هدف از درستان چیست؟ الحمدلله همت عالی، هدف عالی. گفت ما میخواهیم که دعوتگر جهانی شویم. ما گفتم بعید نیست، ایره شما دور ندانی. دور است؟ دور نیست. روزگاری که من ترجمه قرآن کردم اونجا یک آرمان کردم که یا الله در وطن پس برم 11 نفر شاید پیدا شود که ما درس قرآن برش بگویم. اما امروز انشاءالله در 20 ساعت هم شاید درس قرآن ما در کانادا، در جرمنی، در فرانسه، در نروژ بگوی، در اوکراین و در روسیه شنیده شود. اگر انسان همت کنه، هدف عالی داشته باشه، الله متعال میرسانه. ما گفتم خواهرها امی هدفه که دنبال کردی الله میرسانتانه انشاءالله و الله برسانتانه. که امیتون همت عالی داری. انسان مؤمن همت عالی داشته باشه، عبادت الله را به وجه خیلی نشاط و تازگی انجام بده. رمضان مبارک سخت استقبال شود. سلف ما 6 ماه دعا میکرد که یا الله برکت بده ما را، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا چیسته رمضان، ما را برسان در رمضان. 6 ماه دیگه باز دعا میکرد که الله عبادات و طاعت رمضان ما را قبول کرده برو. مکمل سال در فکر کی تیر میشد؟ رمضان. اهتمام اینقدر برای رمضان بود. ما باید همین قسم اهتمام داشته باشیم. تراویح درست تنظیم کنیم، نمازهای ما در جماعت شود، از دروغ، غیبت، غش، خیانت، از این گپا قطعا بپرهیزی. زیاد رفتن در بازارها خودداری کنه، اجتناب کنه. در مراکز تعلیمی ان شاء الله شریک شوه. ما ان شاء الله اراده ترجمه قرآن کریم داریم اما محل تالی را جایش تعیین نکردیم. ان شاء الله اشتهار میبره و امیدوار هستیم که خب به شوق و به علاقه با دوستای خود چی بکنیم؟ شریک شویم و این ما را که ماه قرآن کریم است الله برش عزت داده با قرآن سپری کنیم ان شاء الله. تیر میشه، رمضانای گذشته تیر شده، یک کمی فکر بکنیم چی کردیم در رمضانای گذشته. الله متعال توفیق نصیب ما بگردانه که واقعا رمضان مبارک باشه سر ما، که الله متعال سبب مغفرت گناه ها و یک دم توجه ما را طرف دین و طرف نظام خود کرده باشه و ما را واقعا مؤمن واقعی کدام هدفی که رمضان دنبال میکنه لعلکم تتقون ما صاحب تقوا جور شده باشیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.